سلام دوستان، آموزش شام خوشمزه تو پیج آشپزی با خلاقیت. ابتدا گوشت چاق کرده، پیاز رنده شده، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، سیر و جعفری را با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم. مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. سیب زمینی ها رو بالای آن را برش میزنیم و طبق فیلم وسط آنها را هم برش میزنیم. گوشت ها رو در وسط سیب زمینی قرار میدیم. اونا رو درون ظرف قرار میدیم. برای سسمون رب و آب به همراه ادویه را با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم و روی سیب زمینی ها میریزیم. گوجه را هم در وسط آن قرار میدیم و در 180 درجه قرار میدیم تا خوب پخته بشه. نوش جان دوستان، حتما لایک کنید و نظرتون رو کامنت بذارید. ممنونم.